آقا سلام دوباره. یک سری نکات بسیار مهم تو مبحث ریویژن هست که واقعا پیمانکارها رو زمینگیر کرده، نفرات کنترل کیفیت و مشکل بسیار برخوردن. اونم تو بحث ریویژن هست که حتما باید بهش توجه داشته باشیم. اگر نقشه های ما تاییدیه نداشتن چه کاری انجام بدیم و چجوری پروژه خودمون رو ببریم و فردا روز چطوری از کارفرما تاییدیه لازم رو بگیریم. یکی از دوستان پرسیده بودن در مورد مبحث ریویژن نقشه هایی که حالا ما به عنوان سامپل براتون آیزومتریک پایپینگ آماده کردیم، ولی میتونیم اینو بستش بدیم در مورد نقشه های مکانیکال، نقشه های دو بعدی مخازن، پرشر وسل ها و سایر نقشه هایی که در این صنعت استفاده میشه. ببینید وقتی طراح میاد یک نقشه رو در واقع طراحی میکنه، یک مدلی رو طراحی میکنه، اولین مرحله اون نقشه دو بعدی یا سه بعدی رو که برای در واقع ساخت تهیه شده، برای نیروهای تیم‌های ساخت در واقع تهیه شده رو باید به تاییدیه کارفرما برسونه. این تاییدیه گرفتن چطوری انجام میشه؟ مرحله اول زمانی که نقشه رو آماده کرد، این پایین یه باکس هست، حالا یا این سمت قرار میدن یا این سمت قرار میدن. این نقشه رو یه مشخصه هست به اسم بازنگری یا ریویژن، در واقع با حروف انگلیسی A و B و C نشون داده میشه. میاد یه A این پایین میزنه، در واقع ریویژن نقشه اولیه من ریویژن A هست. کنارش نوشته IFC یا IFC Issue for Comment. این نقشه رو ارسال میکنه برای تاییدیه یا کامنت گذاشتن کارفرما. کارفرما میاد نگاه نقشه میکنه، با توجه به اون نظراتی که داره کامنت های خودش ارائه میده و میفرسته برای طراح اولیه که قرار بوده طراحی خودش در واقع اصلاح بکنه و این کامنت ها و نظرات رو توش اعمال بکنه. بعد از اینکه طراح اومد نظرات رو اعمال کرد، میاد نقشه در واقع اصلاح شده رو با یک مشخصه دیگه، مثلا با حروف B و یک تاریخی در کنارش، با عنوان در واقع IFA یا اختصار IFA برای کارفرمای خودش ارسال میکنه. وقتی که IFA ارسال شد یا Issue for Approval هستش، صادر شده که تاییدیه بگیره. اینجا کارفرما نگاه میکنه و زمانی که تاییدیه لازم رو داد، نقشه من یک ریویژن جدیدی میخوره، مثلا با حروف C مثلا اینجا نشون داده شده، بعضی جاها با B1 B2 نشون داده میشه و نقشه من از حالت IFA تبدیل میشه به AFC Approved for Construction، تاییدیه ساخت رو داره. حالا تیم های ساخت یا شرکت ها یا نیروهای اجرایی با توجه به این نقشه AFC شده میرن کار میکنن و اگر در زمانی نقشه شما AFC نبود، حالا چه کاری انجام بدیم؟ حالا پیمانکار گرفته و میخواد بره کار خودش انجام بده و تاییدیه نقشه هم نداره. حتما پیمانکاران عزیز، یک دستور کار، نیروهای مهندسی که دارن کار میکنن، از یک مقام اصلی مرجعی که در اون کارفرما قرار داره یک تاییدیه‌ای بگیرن، حالا روی نقشه شده باشه، دستور کاری بگیرن و با توجه به دستور کار برن کار انجام بدن که اگر فردایی روزی اتفاقی افتاد، طراح اومد حالا طراحیشو عوض کرد یا کارفرما اومد نظرشو خواست عوض بکنه، نیاد بگه من کار قبلی رو تایید نمی کنم و اونجا هستش که اکثرا پیمانکارا توی این قضیه به مشکل برخوردن و آخر کار شده و در واقع کارفرما گفتن من زیر بارش نمیرم، این نقشه نظر من تاییدیه نداره و شما این همه داکیومنت هم برد امضا کردید، به درد من نمیخوره. این مسئله اول. مسئله ریویژن که ما داریم میگیم، ما اومدیم مثلا یک بخشی از سایت رو بردیم کار کردیم و یک نقشه AFC هم داشتیم و تاییدیه کارفرما رو هم بابتش در واقع گرفتیم. رفتیم گزارشات فیتاب، جوش و هر نوع عملیاتی هست رو با توجه به نقشه مثلا با ریویژن C چیکار کردیم؟ گرفتیم. فیتاپمون با ریویژن C بوده، جوشمون با ریویژن C بوده. در این حین نقشه من باز اصلاحیه داشته و اصلاحیه هم تاییدیه کارفرما گرفته، یک ریویژنی مثلا ریویژن D به ریویژن نقشه من اضافه شده و در واقع نقشه من اصلاحیه قرار گرفته. حالا ما چه کار بکنیم؟ دوستمون گفتن که آقا ما نقشمون در واقع کارفرما گفته که شما باید برید آیتم های قبلی رو که تاییدیه گرفتید رو دوباره با ریویژن جدید ریپورت بکنید. شما تصور بکنید یک پروژه مثلا با 3 میلیون DI پایپینگ بخواد نقشه ها هر روز ریویژن بخوره و شما ناچار بشید برید این همه کاغذ رو پرینت بگیرید یا حالا به صورت پیپرلس کار خودتون رو انجام بدید. نه، چنین چیزی انجام نمیشه. آیتم هایی که قبلا تاییدیه گرفتن، دوستان توجه بکنید، آیتم هایی که قبلا با ریویژن قبلی تاییدیه گرفتن، اگر که در ریویژن جدید هیچ گونه تغییراتی بر روی اونها اعمال نشده باشه، نیاز نیست که ما دوباره ریپورتش بکنیم، همون ریویژن قبلی پاورجا هستش.
ولی اگر آیتم هایی که قبلا تایید گرفتن همون آیتم ها، مثلا یه سرجوشی نیاز شده که ببرین طولش رو مثلا کم و زیاد بکنین، که در واقع ملزم هستش که تیم اجرا حتما بره روش یه کاری انجام بده، کار گرمی بکنه، برشکاری انجام بده یا تغییراتی در طول اون لوله انجام بده روی اون آیتم ها، اگر نیاز هست که اجرا بیاد کار اجرایی انجام بده، باید حتما ما باز تاییدیه بگیریم. منتها تاییدیه ما اینجا باز ملزم به این هستش که حتما نقشه من باز تاییدیه AFC داشته باشه. خیلی وقتا برای گرفتن تاییدیه AFC ممکنه ما زمان لازم نداشته باشیم که تیم مهندسی بخواد نقشه AFC من تحویل بده. ناچار دفتر فنی پایپینگ میاد به صورت یک ابرک تغییرات رو اعمال میکنه و بهش میگن نقشه‌ای که حالا بگیم تغییرات دستش اعمال شده باشه رو میاد یک امضا و تاییدیه از کارفرما میگیره و شما حتما باید با اون تاییدیه باز برید شما کارتون رو انجام بدید، نه اینکه تاییدیه نداشته باشه و بخواید کار خودتون رو انجام بدید. توی این حالت اگر ما آیتم هایی که قبلا تاییدیه نگرفتن، بخش دیگری از نقشمون تاییدیه قبلا نگرفتن، میخوایم بریم کار بکنیم، حتما باید در ریپورت ها و گزارشات شماره ریویژن آخری رو براش لحاظ بکنیم. ولی آیتم هایی که قبلا تاییدیه گرفته با توجه به ریویژن قبلی و هیچ گونه تغییراتی در ریویژن جدید روش صورت نگرفته، نیاز به اخذ تاییدیه جدید ندارد. پس خیال خودتون راحت بکنید، بگو کارفرما من قبلیه رو تاییدیه از شما گرفتم، امضا از شما گرفتم، با ریویژن قبلی در نقشه جدید این آیتم تغییراتی نداشته که من بخوام بیام اونها رو اصلاحیه بزنم. باز اگر اون آیتم ها تغییر داشتن چی؟ دفتر فنی معمولا میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا اگه سرجوش من شمارش 3 هست، توی ریویژن جدید اگه قرار باشه اون سرجوش رو ما ببریم و از اول فیتاب جوش بکنیم، با یک پسوندی به اسم RW، حالا E هست RWC یا RW خالی، یک پسوند جدید بهش میده که یعنی بگه این سرجوش قبلی نیست، جدید اضافه شده یا کم و زیاد شده باشه. این رو شما با ریویژن جدید میارید و به راحتی دیگه نیاز نیست که نقشه قبلی یا ریپورت قبلیتون حذف بشه و خیلی راحت مسترد میتونید باز برید بگید که من سرجوش قبلی رو خودم کار کردم، فیتاب کردم، جوش دادم، الان ناچار شدم که دوباره کاری انجام بدم. پس پول 2 برابر، در واقع 2 تا جوینت شما باید از کارفرما در صورت وضعیتتون حساب بکنید، مشروط بر این که تغییرات ایجاد شده روی اون سرجوش خطای کارفرما بوده، خطای طراحی کارفرما بوده باشه. اگر خطای پیمانکار باشه نه، ممکنه پسوند مثلا RWC یا ریول در واقع کانترکتر باشه که اونجا به شما تعلق نمیگیره. نفرات WJCS پایپینگ حتما باید این قضیه رو در نظر داشته باشن که با تاییدیه دفتر فنی پایپینگ برن کار خودشون رو به بازرس تحویل بدن. بازرسا هم در این بین حتما باید به این سری نکات توجه داشته باشن.